بریم ببینیم سوال سومی که ما خیلی احتمالش زیاده که توی تستمون ببینیم چی هستش. سوالایی که نظرتون رو راجع به چیزی میپرسه. مثلا میگه Do you think parents should choose the books children read؟ میگه به نظر شما پدر مادرها باید کتابای بچه‌ها رو انتخاب بکنن. حالا این سوال Do you think میتونه Do you agree باشه، یا مثلا میتونه باشه که In your point of view. کلمه Do you think میتونه یه جور دیگه گفته شه. در واقع منظورم سوالایی که میاد خیلی مستقیم میگه به نظر شما تو یا موافقی، یا تو آیا اینجوری فکر میکنی، یا آیا باید اینجوری بشه. در واقع سوالایی که yes or no question هستن. آیا باید این اتفاق بیفته، آیا باید اینجوری باشه، به نظرت این کار خوبیه. شما اینجور سوال‌ها رو در جواب یا میخوایم بگین بله به نظر من باید اینجوری باشه، یا نه نباید اینجوری باشه، یا مطمئن نیستم که کدوم خوبه. حالا اگر میخواین بگین که بله این اتفاق باید بیفته، میایین جوابتون رو اینجوری شروع میکنید، میگین I support the idea that. I support the idea that. وقتی میگین I support the idea that یعنی که اون چیزی که سوال از من پرسیده رو من باهاش موافقم، و بعد این دته میایین جمله سوال رو تکرار میکنید. مثلا اگه سوال این باشه که Do you think parents should choose the books children read؟ شما میگین I support the idea that parents should choose the books children read. حالا اگر باهاش مخالف باشین، میخوام بگین نه من اینطور فکر نمیکنم، میگین I'm against the idea that parents should choose the books children read. I'm against the idea that. من مخالفم با این ایده که. بعد that در واقع اون ایده یا صورت سوال رو تکرار میکنید و بعد مثال میزنید، یا میگین چرا موافقین، یا میگین چرا مخالفین، نتیجه گیری میکنید یا بیشتر توضیحش میدید. حالا یه وقتایی هست از من یه سوالی میپرسه، من واقعا نمیدونم خودمو بگم موافقم بگم مخالفم. میتونم اول دو سویه شروع کنم. مثلا میگم I'm on the fence. I'm on the fence یعنی مطمئن نیستم. I'm on the fence whether مطمئن نیستم که آیا. I'm on the fence whether parents should choose the book children read یعنی مطمئن نیستم که آیا باید این کار بکنن یا نه. بعد وقتی که اینجوری جواب میدین میان دو سویه میکنه، میگین on one hand از یه طرف مثلا پدر مادرها باید نظارت داشته باشن. On the other hand از یه طرف هم بچه‌ها باید آزادی داشته باشن. On one hand یه سری توضیحات، on the other hand یه سری توضیحات. Finally ولی یادتون باشه اگر از I'm on the fence استفاده کردین در نهایت یه سو رو بگیرین، یعنی همینجوری نگهش ندارین در حالت که نمیدونین. در نهایت بگین finally it seems to me that it is better if parents observe what kind of book children read. در نهایت وقتی صحبت میکنید به نتیجه برسون که حالا در نهایت هر دو سمت رو که در نظر گرفتید به نظرتون کدوم سمت بهتره که انجام بشه یا اتفاق بیفته. پس این شد سومین مدل سوال که در واقع یه yes or no question. میتونه با should شروع شه، میتونه با do you think شروع شه، میتونه با do you agree or disagree شروع بشه. و یه سوال دیگه ای که خیلی زیاد توی آزمون اتفاق میفته که بچه‌ها ازشون پرسیده بشه اینه که از بچه‌ها یه راه حلی میخوان. وقتی که میخوان از شما یه راه حلی رو بپرسن ممکنه که سوال رو با how شروع کنن. مثلا How should we encourage children to read more books؟ چجوری بچه‌ها رو تشویق کنیم بیشتر کتاب بخونن؟ یا مثلا ممکنه به جای کلمه پرسشی how بگه In what ways parents can encourage children to read more books؟ In what ways how هر کدوم از اینا باشه یه معنی رو میده. در واقع من دارم راجع به سوال‌های حرف میزنم که از شما راه حل میخواد راجع به یک چیزی. اگر از شما راه حل میخواستن بیاین جوابتون رو با این جمله شروع کنید. مثلا اگه اون ویز استفاده میکنه شما تو جوابتون بگین که there are مثلا many techniques there are many strategies by which یعنی تکنیک های زیادی وجود داره که از طریق آن. اینجا خیلی خوب میتونید by which رو هم استفاده کنید. There are many strategies by which استراتژی های زیادی وجود داره که به واسطه اونها بعد جمله سوال رو میگیم. مثلا there are many strategies by which parents can encourage children to read more books. استراتژی زیادی وجود داره که پرنتس ها میتونن انجام بدن که بچه‌ها کتاب‌های بیشتری بخونن یا بیشتر کتاب بخونن. بعد میان تکنیک ها و استراتژی ها رو دونه دونه میگین و توضیح میدین. پس اگر سوالی راجع به راه حل خواستن بود میتونه شروع جواب شما به این صورت باشه. یه
مدل سوال دیگه که ممکنه بشنویم سوالی هستش که ادوانتج و دیس ادوانتج یه چیزی رو از شما میپرسه. مثلا میگه what are the advantages of living in a house یا what are the advantages of living in an apartment. ادوانتج و دیس ادوانتج از شما پرسیدن، سوال هایی که خیلی رایجن. اولین کاری که باید بکنید اینه که برای کلمه ادوانتج و دیس ادوانتج سینونیم بلد باشین. مثلا به جایی که بگین دیس ادوانتج بگین benefit، به جایی که بگین ادوانتج بگین benefit، یا به جایی که بگین دیس ادوانتج بگین drawback. یه سری سینونیم ها وجود داره که تو جزوه‌تون کاملا واضح براتون نوشته شد و یه سری جملاتی که باید حفظ بکنید. مثلا من اگه میخوام ادوانتج یه چیزی رو بگم، مثلا میخوام ادوانتج هایی توی یک خونه زندگی کردن رو بگم، میگم there are several benefits to living in a house یا there are evident benefits to living in a house. به چند تا چیز دقت کنید. benefit رو میتونم با صفت evident بیارم. there are evident benefits، حرف اضافه to بعد از to یه اسم یا یه فعل ing دار میارم. there are many benefits یا there are evident benefits to living in a house. میگم بنفیت های زیادی وجود داره، یه جمله کلی میگم بعد میام دونه دونه بنفیت هاش رو میشمارم. یا مثلا میخوام دیس ادوانتجش رو بگم، میگم there are obvious disadvantages to living in a house. میگم زندگی کردن تو خونه خب یه سری دیس ادوانتج هم داره، پس جمله من برای دیس ادوانتج میتونه این باشه there are obvious disadvantages to something یا there are evident benefits to something. این دوتا جمله برای ادوانتج و دیس ادوانتج رو تو ذهنتون داشته باشین، حفظشون کنید. هر جا سوال ازتون پرسیدن جواب رو اینجوری شروع بکنید و بعد دونه دونه چیزهایی که میخوایم بگین رو مرتب و تقسیم بندی شده بشمارین و بگین. و آخرین سوال، خیلی زیاد احتمالش هست که سوالایی رو از شما بپرسن که راجع به آینده باشه، سوالهایی که توش ویل رو میشنوین. سوال ممکنه هر جوری شروع شه ولی کانسپت سوال راجع به آینده است. مثلا do you think printed books will be popular in the future؟ یعنی کتابای پرینت شده پیپر بوکس ها فکر می‌کنید تو آینده رایج و محبوب باشن. will be popular in the future. اینجا میخوام ببینن آیا شما راجع به زمان آینده میتونید صحبت بکنید یا نمیتونید صحبت بکنید. دوباره ما چند تا جمله داریم که وقتی میخوایم راجع به آینده صحبت کنیم خیلی خوب ازشون استفاده بکنیم. حالا اگه میخوایم بگین احتمال یه چیزی وجود داره که در آینده اتفاق بیفته، میگین it is likely that یعنی احتمالش هست که، و بعد that یه جمله با will میاریم. مثلا it is likely that printed books will have popularity in the future. اگه میخواین روی اون لایکلیه تاکید بذارین بگین احتمالش خیلی زیاده، میگین it is highly likely that printed books will be popular in the future. حالا برعکسش میخواین بگین نه احتمالش کمه یا بعیده، میگین it is unlikely that. باز دوباره بعد that یه جمله آینده میاریم، میخوایم بگیم بعیده که کتابای پیپر و پرینت شده محبوبیت داشته باشن. it is unlikely that printed books will be popular in the future. یا باز میخواین تاکید بدین، میگین نه بابا خیلی بعیده، میگین it is highly unlikely that. بعد that یه جمله که توش ویل وجود داره، یه جمله آینده. باز دوباره اینجا ایده‌تون رو گفتین، به شما میگه امکانش هست، شما میگین نه امکانش نیست، دلیل بیارین، نتیجه گیری بکنید، مثال بزنید. یا میگین آره احتمالش هست، دلیل بیارین، مثال بزنید، نتیجه گیری بکنید. من دارم بهتون میگم چجوری ایده رو بگین، ولی یادتون باشه که اون ایده به روش‌هایی که براتون شمردم باید دیولپ بشه، باید اکسپند بشه که شما بتونید نمره خوبی بیارین. چیزایی که با هم راجع بهش صحبت کردیم بچه‌ها یه سری جملات و تکنیک‌های کلی ان که میتونه بهتون کمک بکنه سر امتحان سریع‌تر جواب بدین، تسلط بیشتری داشته باشین و نچرال‌تر به نظر بیاین. حتما در کنار این دوره که دارین میبینید اون جزوه رو هم بخونید، به خاطر اینکه زمان به ما اجازه نمیده من همه اونها رو بخوام اینجا بگم، ولی لیستش رو میتونید توی جزوهتون نگاه کنید، حفظ بکنید و تمرین بکنید و در کنارش سعی کنید با معلمتون یا اسپیکینگ پارتنرتون اینا رو تمرین بکنید که براتون نهادینه بشه، بتونید اکتیولی و نچرالی ازشون استفاده بکنید. بچه امیدوارم که این دوره تونسته باشه بهتون کمک بکنه که توی آزمونتون نمره بالاتری بیارین. اگر هر سوالی داشتین میتونید تو پیج من با من در ارتباط باشین و منو فالو بکنید توی اینستاگرام. امیدوارم که بتونم تو این مسیر همراهتون باشم و کمکتون بکنم.